در قرن نهم میلادی در دل سرزمین‌های ایران باستان، در منطقه‌ای که امروز در خاک ترکمنستان قرار داره و در روستای کوچکی به نام رودک، کودکی به دنیا آمد که روزی نامش به عنوان پدر شعر پارسی در تاریخ ثبت شد. او رودکی نام داشت. اما زندگی همیشه همونطور که میخوایم پیش نمیره. روزی یک بیماری ناشناخته به چشمهای رودکی حمله کرد. بیماری که باعث شد او در همان کودکی نابینا شود. مادر، چه شده؟ چرا همه جا تاریکه؟ پسرم، دنیا برای دیدن نیست، برای شنیدن و حس کردنه. تو هنوز میتونی زیبایی ها رو از راه دیگری پیدا کنی. و در میان این تاریکی بود که رودکی توانست نوری تازه پیدا کنه. موسیقی، هنر شنیدن او رو به دنیای جدیدی برد. دنیایی که در اون چشم‌ها دیگه نقشی نداشتن و فقط گوش و قلب بودن که زیبایی ها رو درک می‌کردن. رودکی که بیناییش رو از دست داده بود به دنبال صدایی بود که قلبش رو آروم کنه. او با چنگ کوچکش نغمه‌هایی ساده می‌نواخت، اما هنوز چیزی کم بود. راهنمایی برای یافتن عمق موسیقی و واژه‌هایی که نغمه‌ها رو معنا ببخشن. پسرم، نغمه‌هات از دل برمیان، اما برای ساختن موسیقی واقعی باید نوت‌ها رو بشناسی و نظم اونها رو یاد بگیری و اگر به اونها کلامی هم از دل بیفزایی شاهکاری خلق میشه. شما میتونین به من آموزش بدی؟ من میخوام نغمه‌هام رو با کلمات ترکیب کنم. رودکی با راهنمایی استادش نغمه‌ها و واژه‌ها رو به هم پیوند داد. او آموخت که چگونه احساساتش رو در قالب شعر و موسیقی بیان کنه. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. تو نه تنها موسیقی بلکه واژه ها رو هم از دل طبیعت و احساسات الهام میگیری. این هنر تو رو از دیگران متمایز خواهد کرد. رودکی در حالی که هنوز نوجوانی بیش نبود با موسیقی و اشعارش دلهای مردم رو تسخیر میکرد. صدای او صدای عشق، امید و آغاز مسیری تازه بود.